خب قابل توجه دوستانی که میگن ما از زمانفعلی نمیتونیم نگهداری کنیم و کسایی که میگن زمانفعلی تکثیرش سخته و از برگ هم نمیشه تکثیرش کرد. خب دوستان، ما میخوایم یه نکته رو بگیم بهتون راجع به تکثیر گیاه زمانفعلی از طریق برگ. ببینید، شما وقتی میخواید از سانسوری قلم برگ بگیرید باید حتما ساقه سالمی داشته باشه و برگ‌های تازه‌ای روش باشه. خب الان این برگ ما 2 ماه پیش داخل پرلیت گذاشته بودیم. برگ خب به مرور زمان زرد میشه و از بین میره. مهم اینه که ریشه داشته باشه، قده زده باشه که ما داخل پرلیت گذاشتیم و توجه کنین مشخصه. نگاه کنید یه قده خوشگلی هم زده و داره شروع میکنه به رشد و جوانه زدن. خب گاه هم میبینید که زامفلیتون چند تا ریشه زده. باید از این ناحیه که وسط برگه، از این ناحیه گیاهتون ریشه میزنه. خب شما میتونید چند تا چاک روی این برگ ایجاد کنید، مثل این و ممکنه چند تاش جوانه بزنه، ممکنه همش جوانه بزنه، ممکنه هیچ کدومش هیچ عملی انجام نده. الان دقت کرده باشین از این انتها هم ریشه زده ولی دیرتر. این قده رو زودتر زده. ببینید چه قده تازه و سالمی هم داره. داخل پرلیت که برگتون رو گذاشتین بعد پرلیتتون رو نرم و رطوبتی انتخاب کنید. ببینید الان اینم یه قده خوشگل زده ولی خب نه از انتها زده نه از این بالا، فقط این یه دونه زده. ببینید چقدر سالمه، ریشه‌اش چقدر سالمه. و در نهایت از ساقه هم میتونید قلمه بگیرید. الان این ساقه ما که قلمه زدیم، ریشه هم زده، ببینید خیلی ریشه تازه و سالمی داره. خیلی قده‌شو نگاه کنید. الان ما اینا از این انتها برش میزنیم، این برگر هم دوباره هر کدومشونو قلمه میگیریم ازش واسه تکثیر. ببینید این رگه که میگفتم اینجاست، نگاه کنید. میبینید رگه رو وسط برگ، خب اون جایی که قوی تره. الان اینو ما چاک زدیم، ممکنه اینم ریشه بزنه. الان خب هم از انتها میزنه، هم میتونید چند تا ایجاد کنید بخوابونید داخل پرلیت. ببینید اینم زدیم ما، بخوابونید داخل پرلیت، کد 1052 بهش بدین 2 هفته یه بار. پرلیتتون رو رطوبتی نگه دارین تا اینکه گیاهتون جوانه بزنه. عزت زیاد.